ببینید، خواست و شناخت امام هر وقت بارها گفتیم و شنیدید یه هدیه الهیه. یعنی خدا به هر کس نمیده. یعنی فکر نکنید که الان مثلا ما باید بریم مثلا خدا منت من و شما رو میکشه بیا امام زمانت رو بشناس. نه خیر. شناخت امام هر وقت فضل الهیه و فضل الهی یعطی من یشاء. خواست تو مؤثره که خدا بهت بده. اگه کسی نخواد بهش نمیده. بذار در جاهلیت بمیره. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. این حدیث مورد وفاق و قبول فریقینه، یعنی هم شیعه قبول داره هم اهل سنت. هم حتی اهل سنت یه روایت دیگه هم دارن که اگر کسی بمیرند و بیعت امام بر گردن نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده است. بعد ما تو دعای عهد چه میگیم و بیعتا له فی عنقی. یعنی ما میگیم، ما اعلام میکنیم بیعت کی رو گردنمونه. این داستانیه. توی عصری داریم زندگی میکنیم که سخته. میپذیرم، قبول دارم. دین نگه داشتن مثل آتیشی کف دست. همین شما الان میتونید برید تو خیابون بچرخید، بشین پای اینترنت، ما ماهواره، هزار کار دیگه میتونید انجام بدید. اینجا چیکار میکنید؟ میپذیرم تو این عصر دین نگه داشتن سخت‌تره. میپذیرم 300 سال پیش دین نگه داشتن آسان‌تر بوده. محرک ها کمتر بودند. محرک های به سمت گناه. اما خب بالاخره لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اگه از این واسه سخته، شیرینیش هم نابه. شیرینیش که گفتیم حضرت حبقوق نبی 2500 سال پیش این و عجل فرجهم آخر صلوات مال ایشونه. گریه میکرد، میگفت و عجل فرجهم. میگفتن تو چرا دیگه؟ مگه تو زنده ای اون موقع؟ مگه زمان عمر تو میخواد بیاد؟ میگفت نه، چون قطعا بعد از پیامبر آخر الزمان خواهند آمد اونها و خود پیامبر آخر الزمان و بعدیشن. اون فرجهم یعنی اونا. بعد تو چرا اینجوری اش میریزی؟ میگفت من پیامبرم، نبیم، اما میخوام اسم منم قاطی منتظرین بنویسم. این چه مقامیه؟ بی خود نیومدیم اینجا بس خودمون نوشابه بکنیم ما. نه، تازه میخوام بگم نه، اینجوری هم نیستش که صرف این که یه نفر پاشه به تو مسجد بشینه بگن این منتظره. نه، اینجوری هم نیست. ما تو عصر جاهلیت مدرن داریم زندگی میکنیم. همین 2 شب پیش کاشون بودم، اونجا سخنرانی کردم جاهلیت مدرنو. بنا ندارم اون مطالبو بگم، نه، بحثم چیز دیگه‌ایه. یعنی همون چیزی که تو جاهلیت کهن و اولی اتفاق افتاد به شیوه و رنگ و لعاب جدید و بدتر داره الان اتفاق میفته. شاخصه های جاهلیت قدیمی چی بود آقا؟ تعصبات بود. امروز بدترین شکل تعصبات شما دارید میبینید. تعصباتی که تا سر خون و خونریزی سر یه تیم فوتبال پیش میره. سر یه تیم فوتبال چیو به تو میدن؟ هیچ. خیلی عجیبه ها. یه خورده فکر کنید، خواهش میکنم، مثل اون مورچه‌ای که روی آجر راه میرفت، گفت رو زمینم آوردنش بالا، تازه فهمید رو آجره. یه خورده بیاد فاصله بگیریم، همه چی آتش‌خالایی که تو ذهنمون چپوندن بریزیم بیرون در مسجد، بیام اینجا. یعنی چی؟ من برام فرقی نکنه این تیم چه ببره چه ببازه، من بازم دوستش داشته باشم. اگه تو بازی خوب مد نظرت، خوب باخته دیگه، الان طرفدار اون تیمشی. چی شد؟ این تعصبای عجیب غریبا. 2 میلیارد نفر جمعیت کره زمین همزمان یه بازی رو نگاه میکنن. هیچ کس و کاری هم تو اسپانیا ندارن. چی شد آقا؟ عادی میشه. ببین پیامبر فرمود جاهلیت عادی میشه بینتون، فرهنگتون میشه. انقدر راحت میپذیرید که استشمام کردن هوای آلوده تهران را به عنوان هوای پاک پذیرفته اید. تازه ما تهرانی میریم شهرهای دیگه مشکل پیدا میکنیم. دود و سر با این آتشخاله خونم میاد پایین. آقا درد رو میپذیری عزیز دل من. سیگاری نباشی، دود سیگار اذیتت میکنه، والله بالله اذیتت میکنه. اما وقتی سیگاری میشی نیستش اذیت میشی. اون زخمه های درد رو به تن میپذیری، لذت هم میبره. چشاشو میبنده وقتی کام میگیره از این سیگار.
یعنی عادی میشه، فرهنگ میشه. آقا یعنی چون طرفدار فلان تیمم بده، نمیتونی بگی بده. فحشا تو جاهلیت اول بود، دوباره گرفت جامعه دنیا رو. دنیا رو میگم نه فقط یه سری چیزا هست مال امت، یه چیزا مال کل دنیاست. والا 200 سال پیش هم اروپا انقدر گناه نمی‌کردن که الان دارن میکنن. این فیلم‌های قدیمیشون از برید نگاه کنید پوشششون چجوری بوده. زنده به گور کردن دخترا بود، الان با عنوان سخت جنین و امثالهم دارن این کار انجام میدن. جنگ بود که الان از همه بیشتر مدرنیته 150 میلیون کشته گذاشت دست مردم. هیچ جنگی تو کره زمین انقدر جنگ کشته نداده بود. به اسم پیشرفت و مدرنیسم بود. تفاخر بود. آقا پوز دادن الان که دیگه اصلا اصلش اینجاست. من نمیدونم این قدیما چی بوده. نه، اصل تفاخر و پوز دادن و خیال این کردن که با این رنگ لباس، با این رنگ ماشین، با این نوع مرکب، با این نوع خونه تو شأنت میره بالا. الان دورشه. نژاد پرستی بیداد میکنه. هم موقع عربای عشیره‌ای بودن تو عصر جاهلیت، الان نژاد پرستی بیداد میکنه تو دنیا، تو کل دنیا. تبرج، تو چشم بودن، به هر نحوی تو چشم بودن. برج از یه شهر شما برجشو میبینی، ستاره ها بروج، الان بیداد میکنه. الان یه روز میاد تو خیابون میبینه دیگه کم کم نگاش میکنن، میگه احتمالاً مدل تیپی که زدم عادی شده، باید عوض کنم. در چشم بودن به هر قیمتی. پریز تو کاشون داشتم میگفتم، یکی از هنرمندای دهه 60 میلادی امریکا، ایتالیاییه، میگم امریکا عذر میخوام، فیلیپو مانزونی، مدفوع خودش رو توی 90 تا قوطی 30 گرمی گذاشت، معادلش طلا میگرفت تو قوطی 30 گرم. اون موقع چند وقت پیش که قوطیاشو 297,000 پوند توی حراجی خریدن. اینا اتفاق افتاده، نه الان عزیز من، 1961 میلادی. نفس این هنرمندا پول میدادن بابتش، فوت میکردن تو نایلون، نخشو میبستن یا میرفت پول میدادن، باد میفروختن. همینا الان یعنی شما برمیگردی برو با عرب جاهلی بگی، میگه خلی. مدفوع خریدی، معادل وزنش طلا دادی، خلی. هوا خریدی، اون میفهم میگه از کجا منو فوت خودش باشه. تازه این جاهلیت تو این دوره زندگی کردن. ببین میتونی بفهمی داری هوای مسموم استشمام میکنی، اگر فهمیدی مضطر میشی، اگر مضطر شدی ظهور صورت میگیره. اگر فهمیدی که هیچ کدوم این جنگولک بازی ها برای من آقا نمیشود، این عیدها برای من آقا نمیشود، شب با چراغ آریه فردا نمیشود. شبو که نمیتونی بری چراغ قرضی بیاری بذاری بگی که روز شده عزیز دل من. و خیلی هم سخته ها، چون فرهنگ غالب میشه، چون همه میگن این عادیه. آقا مگه چی شده؟ خب همه اینجوری میکنن. شنیدی بچه‌ش اشتباهی کرده، ببین ناراحت پدر مادر مثلا خاله عمو، میگه با مگه چی شده؟ همه این کارو میکنن. یک مزخرفی هم تو مخ ما چپوندن، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت. یه تو اگه اهل بیتی باشی که حسین ابن علی باید همرنگ جماعت میشد اگه میخواست رسوا نشه. مثلا همه بیعت میکرد. آقا نه، داستان یه چیز دیگه است عزیز دل من. همین اتفاقا داره میفته. ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولی، فرمود جاهلیت الاولی چون جاهلیت الاخرى و جاهلیت الثانی هم بود. و شاخصه ها این جاهلیت رو گفته، محل بحثمون نیست، کاری ندارم. عزیز دل من، در اثر این جاهلیت تنبیه الهیه. تو این جاهلیت آدم قسی القلب میشه، ذائقش عوض میشه، آشغال خور میشه. بعضی از این گاوا هستن عادت میکنن پهن همو بخورن، شیرشون بدبو میشه، بو پهن میده. این عادت کرده این کارو بکنه. ترک عادت موجب مرض است. اگر تونستی، میگه یه بابای افتاده بود اومد تو بازار عطارا، قش کرد، لنگاسق شد افتاد زمین. آقا هرچی فلان هیچ تکون نمیخورد. یکی اومد رد شد، تیپ نگاه که گفت من میبینم مشکلش. اونور یه بابایی داشت با الاغش میرفت، یه
افاضه فرمود اون علاقه و این یه تیکه برداشت آورد گرفت جلو دماغ اینش. گفت بابا این بدبخت یوم تو پهن زندگی کرده، اومد تو بازار عطارا تعجب کرد، مخش گیر کرد، تعجب کرد. مبادا ذائقمون انقدر تغییر بکنه که وقتی امام زمان بیاد بگیم این کیه؟ میشه؟ قرآن میگه میشه. قرآن میگه اصلا من مضطرتون میکنم بفهمید ندارید، یا میفهمید ندارید یا میفهمونمتون ندارید. برای همین تو آخر الزمان همه بدی ها زیادتر میشود، جنگ زیاد میشه، با زلزله دیگه چیکار داره؟ زلزله هم زیاد میشه، خوشسالی زیاد میشه، از ما سیل هم زیاد میشه. میگه یا میفهمی نداری یا میفهمونمت نداری. بعد خود قرآن میگه بعضی ها هستن در حین اضطرار هم نمیفهمن ندارند. اینا کیان؟ اینا کسایی هستند که قرآن میگه، آیه قرآنشو براتون میخونم، میگه شیطان تزیین کرده اعمالشونو. یعنی این جاهلیتی که توش فرو رفتن براشون شده عادی عزیز دل من. فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، به منظور اینکه شاید به درگاه ما تضرع نمایند آنان را با سختی ها و گرفتاری های گوناگون گرفتار ساختیم. میگه اصلا گرفتارش کردم بیا سمت من، گرفتارش کردم میره یه ور دیگه. خب بره. گفتیم یشاء خواست دو طرفه است، یرید خواست یه طرفه. یهدی من یشاء، یعنی تو هم بخوای که هدایتت کنه، نمیخوای نه. خب فلولا اذ جاءهم بعثنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم شیطان ما كانوا يعملون. پس چرا وقتی عذاب ما به آنها رسید تضرع نکردند؟ این سواله. میگه پس چرا مضطر نشدن که بفهمن؟ میگه ولی دلهایشان سخت شده بود، قسی القلب شده بودند. عجب. و شیطان عمل زشتشان را برایشان زینت داد. قسی القلب شدن یعنی اثر داره. بله عزیز من، فبما نقضهم میثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه. وقتی عهد شکستید با پیامبران الهی ای بنی اسرائیل، فبما نقضهم، نقض کردید میثاقهم، عهدتون، و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلاتون رو سنگ کردیم. میگه دلاتون رو سنگ کردیم، شروع کردید بدتر کشتید، هی بیشتر کشتید، هی افتادید توی دایره ننگ، روز به روز فرو رفتید، کارتون به جایی رسید که اصلا خدا توی قرآنش هر جا اسمتون میاره میگه لعناهم، قاتلهم الله، خدا بکشدشونه. حزب الشیطان. ببین چقدر آقا ممکنه ما هم سقوط کنیم، والله بالله آره. چرا فکر میکنیم ما چه شبرون مشکل تره واسه خدا؟ خدا عادله، با هم تفاوتی وجود نداره بنده هاش. بعضی ما توهم میزنیم دیگه. تو اوضاع اضطرار مردم دو دسته میشن، کلام معصوم میگه، قرآن هم میگه. قرآن میگه مضطر میشن. قرآن دسته‌بندی رو نگاه کنی، میگه از اضطرار بعضیا به سمت ما میان، بعضیا نه بدتر فرو میرن. اینا دو قبضه ضرر میکنن، یعنی هم تو دنیا بدبختن، هم چی؟ خسرت دنیا و الاخره. عجب. بعضیا نه، مضطر که میشن میفهمن ندارن. تو کلام معصوم دسته‌بندی رو ریزتر میکنه. اینجاست که کلام معصوم میشه تفسیر کلام خدا. مگه نگفتیم بنی اسرائیل حساب کتابشون حضرت رسول فرمود خیلی شبیه ماست؟ بذار روایت این دفعه عربیشو بخونم. لترکبن امتی سنتون، میگه امت من مرتکب میشن سنتی که بنی اسرائیل، دقیقاً همان چه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده میگه در امت من هم اتفاق میافتن. حذو نعل بالنعل، میگه قدم نعل جای نعل، قدم جای قدم، قزتون بالقزه، تیر جای تیر، شبرتون به شبر و ذراع به ذراع و باء به باء، وجب جای وجب، ذراع جای ذراع، عمل جای عمل. میگه اصلا مو نمیزنن اینا با هم دیگه. ببین تو بنی اسرائیل چه اتفاقایی افتاده، هزار تا آیه قرآن تو نگاه کن. حتی لو دخلوا جحرا لدخلوا فیه معهم، میگه تا جایی که اگر توی اینا رفتن توی سوراخی، تو اینا میرن تو همون سوراخ. این شباهت رو چه جوری میگه؟ خب نباید من به خودم بلرزم برگردم بگم فاعتبروا عبرت بگیرم ببینید بنی اسرائیل چه جوری بودن. میگه بنی اسرائیل مضطر شدن عزیزم. میگه بچه‌هاشونو سر میبریدن. الان سر نمیبرن بچه شیعه رو؟ همین امروز ما یه جلسه داشتیم، طرف از سوریه اومده بود، چند وقت پیش سوریه بوده، داشت تعریف میکرد، میگفت نمیدونید چه خبره و زنانتان را زنده نگه می‌داشتن یا به بی‌حیایی می‌کشیدن، چون هر دو تا برداشت معنایی میشه از کلمه. همین هم الان هست. همین الان آواره‌های سوری و دخترای جوونشون و این شیخ نشینای خلیج فارس
اینا همه رو نشون کردن، دلار دارن خرج میکنن، اینا رو میکشن میبرن اونجا. این شد. میگه در نتیجه این اضطرار، در نتیجه مشکلاتی که به وجود اومد، دو دسته شدن بنی اسرائیل. دسته اول چی هم؟ دسته اول، من دو تا دسته بنی اسرائیل بگم خیلی جالبه. فروع کافی کتاب المعیشه باب 30 آیه 13 حدیث 13. همین که گفتم کتاب المعیشه تو باید بخونید اون چی. بحث معیشته. این روایت گروهی از بنی اسرائیل که به حضرت موسی ایمان آورده و به آمدن او باور داشتن، ایمان داشتن به حضرت موسی، نیومده هنوزا. میدونید دیگه بنی اسرائیل 400 سال پدرشون رو قرار بود در بیاره. 300 و 230 سال همین بلا رو سرشون آورد. قرار بود 400 سال تایم ظهور موسی علیه السلام بود، اما به دلایل 170 سال زودتر ظهور کرد. اونو توضیح میده معصوم. میگه چرا زودتر منجی ظهور کرد؟ ما الان دنبال همینیم دیگه اینجا. ببینیم چیکار کنیم منجی زودتر ظهور کنه. ببینم بخشش دست من هست یا نه. من میخوام تو همون حوزه ورود پیدا کنم. میگه گروهی از بنی اسرائیل که به موسی ایمان داشتن و با آمدن او باور داشتن، به خود گفتن چه خوب است هم موسی رو داشته باشیم هم این فرعون رو. چیکار کنیم؟ ما نیز به لشکر فرعون وارد شویم و در امان بمانیم تا از دنیای او بهره مند گردیم. آنگاه که موسی که انتظار او را میکشیم ظاهر شد، از فرعونیان جدا شده به موسی خواهیم پیوست. گفتم بابا فعلا که هستیم بریم ببندیم با اینا. خب بعدش اگه اومد حالا ما قبولش داریم، والله بالله موسی منجی ماست. گفتن از یوسف نبی تمام فقهای ما بعد از پیامبرمون یوسف به ما گفتن، چون بعد از حضرت یوسف دیگه اینا پیغمبر ظاهرا نداشتن، به فقهاشون به ربانیون رجوع میکردن. هنگامی که حضرت موسی آمد ظهور میکنه و ماجرای کوچ پیش میاد. ببین چی میگه: به هنگامی که موسی و اصحابش از دست فرعون به سمت دریا گریختند، آن افراد نیز بر مرکب‌های خود سوار شدند و با شتاب فراوان به سوی حضرت موسی و سپاهش حرکت کردند تا به آنها ملحق شوند. ولی خداوند فرشته‌ای را فرستاد تا به صورت‌های مرکب‌هایشان بزند و آنها را به سوی لشکر فرعون بازگرداند. آنان نیز به سرنوشت فرعونیان گرفتار آمده و در دریا غرق شدند. یعنی در اثر مضطر شدن یه عده رفتن چی؟ سمت خود فرعون، اما میگفتن ما هنوز والا ایمان داریم به اومدنش. ما هم میگیم تو چی فکر کردی؟ مثلا خیلی فرق میکنی، ما هم امام زمان قبول داریم، ما هم میگیم اللهم عجل ولیک الفرج. تو شما خولید، دوست همش تو سختی باشید، ما میریم میبندیم. اومد میریم سراغ امام زمان. خیلی ساده است، چیزی نداره، سخت نیستش که. دسته دوم منتظر منجی ماندند، چون نمیشد هم به منجی اعتقاد داشت هم در بارگاه فرعون بود، چون از بیس و ریشه این دو با هم تضاد داشتند. او بت پرست بود، او خود را خدا میدانست، میگفت انا ربکم الاعلی، من خدای شما. چطور میشه بری توی زیر هیئت او سینه بزنی؟ چطور میتونی بری زیر خیمه او؟ نمیشه. ماسمالی نکنید عزیزم، این آب و اون روغن اینا با هم قاطی بشون نیستن. میگه و اما عده‌ای چی شدن؟ موندن. اینا چی میشه؟ فلما طال علی بنی اسرائیل العذاب. اینو حضرت امام صادق توی روایت دیگه میفرمان. میگه و هنگامی که عذاب بر بنی اسرائیل طولانی شد، زجوا و بکوا الی الله، شروع کردن زجه زدن، شروع کردن گریه کردن، گفتن دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، تسلیم، غلط کردیم، ما بی منجی هیچی، برسونش. زجه معنی داره عزیزم، بکا گریه معنی داره، زجه با بکا فرق داره. گریه که داد و بیدادت بره بالا میشه زجه. هنگامی که عذاب و سختی بر بنی اسرائیل طولانی شد، در پیشگاه الهی دست به دعا برداشتند و 40 روز زجه و گریه کردند. 40 روز فقط، 40 صباحا، 40 تا شب و صبح کردن. گفتن بیاید بابا یه غلطی کردیم، یه کاری کردیم دیگه، آقا بالا سرمون نیستش، بیا بشینیم بگیم خدا غلط کردیم. 40 صبح. ببین چی شد. فاوحى الله الی موسی و هارون، خدا وحی کرد به موسی و هارون، گفت پاشید برید، حالا بنده‌ام آمادن، اصلا شما رو آفریدم برای این روز، پاشید یالا بدوید. گفت پاشید برید.
به موسی و هارون وحی فرمود تا آنها را از دست فرعون نجات دهند و با این کارشان خدا از 170 سال باقی مانده عذابشان صرف نظر فرمود. چه ضمانتی میدی که 20 سال دیگه مثلا ظهور میخواد باشه، همین امشب تو ظهور رو 20 ساله نکنی، یه سال از 400 سال 170 سالشو بخشید. یعنی 3 تا 17 تا میشه چقدر؟ میشه 51. بیشتر خیلی. ببین چی شد، بیش از 1/3 بخشید. با 40 روز گریه کردن، اشک ریختن. منتها میدونی ویژگی داشت دیگه. ببین چی میگه، ادامه حدیث ویران کننده است. ببینید چی میگه، هاکذا انتم، میگه همچنین اگر شما. انتمو به کیا میگه؟ امام صادق. کی حرف امام صادق رو گوش میکنه؟ یهودیه؟ شیعه. میگه اگه فقط شما شیعه، یعنی کلید ظهور دست کیه؟ خود شما هست. شما میتونید این کارو بکنید. انتم لو فعلتم لفرج الله عنا، اگر این کارو بکنید خدا فرج ما رو میرسونه. خدای تعالی حتما فرج ما را خواهد رساند. و اگر این کار را نکنید، اگر این کار را نکنید، امر ظهور به انتهایش موکول خواهد شد، همونی که خدا بسته از اول. یعنی چی؟ یعنی این فلکسیبل، قابلیت تغییر داره، دست توه. میتونی 170 سالشو خدا ببخشه، بیش از 1/3 ببخشه. چقدر میدونیم کیه؟ نمیدونیم. شاید ظهور 20 سال دیگه است، شاید 10 سال دیگه است، شاید 1 سال دیگه است. شاید زجه زدنهای ما همه با هم همین فردا ظهور رو برسونه. تضمین میتونی بکنی؟ بنی اسرائیل خدا بهش نگفت اگه گریه کنید بعد 40 صبح گریه، 40 صبح به شب و به صبح برسونید حتما روز 40 ظهوره ها. نگفت. اینا به خدا چیکار کردن؟ اعتماد کردن. اصلا تایم ظهور رو نباید بدونی. اگه بدونی بازی میکنی، ادا در میاری. برای همین باید تو زمان گم باشیم. اصلا داستان این که آقا بخواب بشیم تو خونه گریه کنیم، نه. دای ندبه چیز دیگه میگه. اینجا میگه ببین زجو بکو یعنی چی؟ جمع. میگه باید گرده داشته باشید، بشینید یه جایی فقط گریه کنید، بگید غلط کردیم خدا. میپذیریم جز موسی کسی نمیتواند نجاتمان دهد. میپذیریم آقا، میپذیریم آقا. نمیتونیم. اگر میشد که ما مهدی میخواستیم چیکار؟ دای ندبه چی میگه؟ میگه حل من معین، یکی پایه هست، کسی هست کمکم کنه، اونو یاری به من بده، معاونت کنه منو. حل من معین فاطیل معه العویل، ناله فراق را طولانی کنم، والبکا و گریه سر بدم. هل من جزوع فاساعد جزعه اذا خلا، یه نفر است با هم جزع و وضع کنیم، یکی بیاد با هم میخوایم گریه کنیم. عجب داستانیه. طرف میگه بیا بریم با هم مسافرت، بیا بریم بازی، بیا بریم، یکی از پایه‌است میشه با هم گریه کنیم. هل قضیت عین فساعدتها عینی علی القضا، آیا توی چشمی خار رفته که همینطور خون و اشک بیاد بیرون که چشم منم بیارم کنارش، کنار واسه اون خاری که تو چشم رفته همینطور اشک بریزیم؟ هل الیک یا ابن احمد السبیل فتلقا، ای فرزند احمد به ما زمانی، آیا راهی هست به سوی تو؟ بلا فاصله بعد از این میگه از سبیل صحبت میکنه، یعنی یکی از اصلی ترین راه ها همین اشک ریختن است. اشک ریختنه و دعا برای فرج، دعا برای ظهور. آقا اثر داره. اگه بدونید چقدر اثر داره، 107 1/3 انداخته جلوی، بیش از 1/3 اثر نداره. چی میگه اثر نداره عزیز دل ما؟ فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. میگه بر آنچه که بر اهل بیت پیامبر و فرزندان علی گذشت، فلیبکل باکن، بیاید گریه کنید، و یاهم فلیندب نادبون، بیاید ندبه بکنید، داد بزنید. ولمثل فلتذرف الدموع ولیصرخ الصارخون و یزج الزاجون و یعج العاجون، بگیرید زجه بزنید، اشک بریزید. عین الحسن و عین الحسین، که خاک بر سر ما، حسن و حسین بینمون بودن. عین ابناء الحسین، کوشن پسرای حسین، یعنی اماما دیگه. عین نمیگه ابناء الحسن، میگه ابناء الحسین. میگه کو اینا بینمون بودن ها. بعد شروع میکنه عین السبیل بعد السبیل، عین الخیره بعد الخیره. میگه یعنی اینا بینمون بودن، ما قدر ندونستیم. امروز باید درگیر این باشیم که نمیدونم دلار بره بالا، این بیاد پایین باشه.
زندگی گوسفندی و درگیر این باشیم. بعد از زندگی فقط همه چی بشه شکم. اسلام نمیگه اون نیست، نمیگه شکم نیست، اشتباه نکنید. اصلا ما ظهور میخوایم برای اینکه به شکممون هم خوب برسیم. اشتباه نکنید. یه وقت کسی نیاد اینجا سوء استفاده کنه و بگه نه و فلان و بهمان اینجوری. یه بحثی هم اینجا پیش اومد، تو انتخابات اس ام اس میدادن آی به مالک بگویید برگردد و فلان. اینا هم نیست اینا هم نیست. اشتباه نکنید. چون تو مصداق ما بحث داریم که آیا این فرد مصداق این میتواند باشد؟ اینجوری هم نیست. دل سرد نکنید مردمو. بله، اما اگه مردمی رفتن بستن با آمریکا با اسرائیل، بیخ و بنیان با تو مشکل داره، مثلا امکان نداره، مگه سلفی‌ها نبستن با اسرائیل؟ اون بحثش فرق میکنه. چون من دیدم خیلی اس ام اس داره رد و بدل میشه. نه، اینو جمعش کنید این بحثو. هرگز اینطوری نیست. انشالله من مفصل برای بحث انتخابات یه فرصت دیگه تحلیل میکنم، مثلا چی شد، چجوری انتخابات صورت گرفت، چجوری تبلیغ کردن، کی کیو بازی داد، کی بعد عمل کرد، تو مناظره چی گذشت. اونا انشالله یه فرصتی. الان شبش این حرفانی نه که ما بگیم سیاست رو جدا میکنیم، نه، خداوکیلی شبش نیست. قوم ادریس اینقدر اذیت کردن پیغمبرشون، پیغمبر گفت خدای منو بگیره، اینا نمیخوامشون دیگه. این میگه سنت الهی دیگه. امیرالمومنین چی گفت شب 19 ماه مبارک؟ گفت علی رو از اینا بگیر. حضرت موسی آیه قرآن گفت فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین من و داداشم هارون این قوم فاسق فاصله بنداز. نمیخوامشون دیگه، اینا منو نمیخوان. مسخره بازی در آوردن. 40 سال حضرت ادریس رو ازشون گرفت. آقا خوردن به بدبختی. گفتم دیگه وقتی بگیره تازه بدبختی چی میشه؟ شروع میشه. مردم کوفه هنوز روز خوش ندیدن. برید تاریخ رو نگاه کنید. 1400 سال همینطور دارن خون میدن هنوز. برای اینکه عهد بستن، گفتن الاجل الاجل. سلیمان سورت نوشت زیر نامش پاشو بیا آقا، پاشو بیا. بعد زدن زیرش. امام حسین باید می آمد به قتلگاه تا اثبات کند اگر کسی داعیه ظهور داشته باشد اما مرد این کار نباشد، جز قتلگاه درست کردن برای حجت خدا هیچ کاری نمی کند. فلذا برای کل تاریخ یک حسین ابن علی کافی است. قرار نیست برای همه امام اتفاق بیفته. هر موقع اون العجله به معنی پیروزی بود، یعنی او چون امام منصوره اون موقع دیگه اتفاق نمیفته. آقا اینا اومدن گفتن چیکار کنیم؟ رفتن سراغ فقهاشون. گفتن بابا ادریس به ما میگفت گناه نکنی، زنا نکنی، عرق نخوری، دروغ نگی، همسایه‌تو اذیت نکن. ادریس رفته، حرف ادریس که مونده، دین ادریس که مونده. اصلا ادریس پیامبر، این واژه تدریس، درس از نام ادریس گرفته شده. برید بپرسید از کسی که اصلا تدریس میکنن، بگید واژه درس از چی گرفته شده که تدریس میکنه؟ نمیدونن. از نام این پیامبر گرفته شده، نام مبارک این پیامبر گرفته شده. خیلی زحمت کشید می‌خواست اینا رو آدم کنه. گفتم بابا درسای ادریس که مونده. رفتن سراغ اون 4 نفری که مونده بودن از بزرگای دینشون، فقهاشون، گفتن شما بیا بگو چیکار کنیم. آقا اینا شروع کردن رفتن به اون سمت. این میل در شما شروع کردن کار کردن. خدا به حضرت ادریس گفت پاشو برو، باید برگردی. گفت برگردم. همینو گفت برگردم، یعنی خدا اینا بعید میگم آدم شده باشن ها. 40 سال اینا گشنگی میکشیدن، حشرات و بیابون رو میخوردن. 3 روز این اون گرسنگی که امتش 40 سال کشیده بودن رو به ادریس چشوند. یعنی تو حجت من هستی، اما تو را آفریدم برای اینها. الان میخواد بندم منو، فکر خدا دوست نداره بندشو، میگه الان میخواد. پس این خواستنه نیست عزیز دل من. در مورد بنی اسرائیل هم همین شد. بعد از اینکه پیامبرشون از بینشون رفتن، سوره مائده 44 میگه انا انزلنا التورات، ما تورات فرستادیم، فیها هدی و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا و ربانیون والاحبار. میگه ما کتاب و تورات فرستادیم، همش نور بود، اما اینا زدن فاتحه‌شو خوندن. پیامبران الهی بر مبنای تورات می اومدن حکم میدادن. بعدش چی میگه و ربانیون، ربیها. الان به خاخامای رتبه بالا میگن ربی در یهودیت. والاحبار، حبر یعنی
کعب الاحبار که بهش میگفتن یهودی بود اومده بود مسلمان شده بود دیگه، یعنی ملا با سواد، اینجوری بگم. به مستحفظوا من کتاب الله، بر آنچه که از کتاب خدا حفظ بودن اومدن حکم دادن. یعنی چی؟ میگه پیغمبر نداشتید، کتاب خدا که بینتون بود، اون تکه‌هاش که حفظ شده بود از تحریف که بود میرفتی سراغ اونا. آقا امام زمان نیست، قرآن وسط دم دستته. شک داری که اسلام گفته غیبت نکن؟ شک داری که اسلام گفته دروغ نگو؟ شک داری که اسلام گفته مسخره نکن؟ شک داری که اسلام گفته حلال این است یا حرام؟ من نمیگم انتظار فرج همش دعاه، عمله. اصلا افضل الاعمال انتظار الفرج. همه جا اسم عمل براش آمده، جهاد نام گذاشتن. اما تو باید به اون معرفته برسی. یه بخش این معرفت عقلی است، یه بخشش دلیه. این دله باید بشکنه، باید گریه کنی، باید زجه بزنی بگی غلط کردم، اشتباه کردم، قول میدم دیگه این کارو نکنم. و او ان الله علیم بذات الصدور، او ته دل تو خبر داره، میگه این دیگه این دفعه فیلم بازی نمیکنه، این رسیده. ببین جلو چششون بچه‌هاشون رو سر میبریدن، به زناشون تجاوز میکردن، شکستن بنی اسرائیل. دیدن بابا این فرعون که زورش زیاده، این ور چیکار کنم؟ شروع کردن اش ریختن. بابا غلط کردیم، خب بفرست. یا میفهمی یا همین بلاها رو سر من و شما هم بگید میاره. تو عراق داره سرشون میاد، نمیبینی؟ تو سوریه داره سرشون میاد، تو بحرین داره سرشون میاد عزیزم، تو یمن داره سرشون میاد، داره میبینن جلو چششون. بحرینی اومده بود استاد دانشگاه توی جلسه دیدار اساتید بود، اساتید بیداری اسلامی، رفت پشت تریبون گفت ما از کشته هایی که داریم میدیم حرفی نمیزنم، از خونی که داریم میریزیم حرفی نمیزنم، اما این برامون سخته وقتی این وهابیا به ناموسمون تجاوز میکنن جلو چشم. اصلا این ملتهب شد فضای سالن، شروع کردن گریه کردن این استاد دانشگاه ها. هرچه به این سمت بروی برعکس حوزه امنیت تو بیشتر میشه. بعد یعنی خدا میگه ببین این میخواد فعلا اینو داشته باش. الان تو جمهوری اسلامی نگاه کن، دور تا دورش چه خبره؟ پاکستان رو ببین، افغانستان رو ببین، عراق رو ببین، ترکیه رو ببین، این کشورهای حاشیه خلیج رو ببین. چی این وسط این امنیت داره؟ این امنیت به برکت امام زمان است و الا نگه داشتن 8000 کیلومتر مرز کار هر کسی نیست. هممون رو بچینن لب مرز هم نمیتونیم نگه داریم. سوریه فکر کردی چی شد؟ همه همسایه‌هاش یهویی با آمریکا بستن، از تمام مرزا مثل مور و ملخ ریخته بودن، ارتش نمیدونست داخل بپاد یا بیرون. الان اوضاعیه. ببین امام زمان چی میگه، ببین خود آقا چی میگه. به شیعیان و دوستان ما بگویید که خدا را به حق عمم زینب قسم دهند که فرج را نزدیک گرداند. چی میخواد بگه؟ بگه اون اسارته. خب میدونید دیگه وقتی به امام سجاد فرمودن این همه تو مصیبت دیدی چی؟ حضرت 3 بار فرمود الشام الشام الشام. و نمیدونید چه سنگین بود این نگاه ها. نگاه به کی؟ به من و تو، به ناموس من و تو، عطایب پاکا. خیلی سنگین بود. یه حرامزاده اون وسط سکینه بنت الحسین گفت من میخوام این کنیزم باشه، که حضرت زینب بلند شد اونجوری پاسخ داد، گفت ساکت شد یبنت طلقا، دهنتون رو ببندید. میگه بگید به حق عمم زینب برای تعجیل فرج. ببین عزیز دل من، میگه قسم دهند خدا را، دعا کنید. مگه میشه فعل بیهوده باشه؟ یعنی اثر داره، یعنی این اثر داره، یعنی اشریختن اثر داره والله. اما این شیعه شده چی؟ مشغول گناه، مشغول لهو و لعب و تجارت و قیمت این رفته بالا اون اومده پایین و زندگیشو با این بسته، با اسم شیعه است. امام میاد سراغ ما شیطون عزیز دل من، معلومه سراغ ما میاد، با اون که اونوریه کاری نداره، تو مسیرشه، تو خطشه. امام صادق فرمود لقد نصب ابلیس حبائله فی دار الغرور. ابلیس تو این دار غرور، این زمین، این دنیای دروغین، تنابهاش انداخته تو گردن کی؟ اولیاءنا، شیعیان ما، دوستان ما. میگه با اینا کار داره. اونجوری که رو مخ منو تو وسوسه میکنه سراغ کسی دیگه نمیره، اگه شیعه باشه. ببینید اثر دعا رو از یکی دیگه بشنویم.
شیخ صدوق در کمال، این حدیث رو من 3 سال پیشم براتون خوندم توی سخنرانی دیگه، حالا میفهمید داستان چیه. شیخ صدوق در کمال الدین می نویسه احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری میگه محضر با صفای مولایم امام حسن عسکری شرفیاب شدم، خواستم در مورد جانشین آن حضرت بپرسم. امام حسن عسکری پیش از آن که لب به سخن بگشایم فرمود، نگران بودن شیعه ها، گفتن آقا تو هیچ بچه‌ای نداری، چی میخواد بعد تو سر و سامون بده به ما؟ لب به سخن گشود و فرمود ای احمد ابن اسحاق، به راستی که خداوند متعال از روزی که آدم را آفرید تا روز رستاخیز زمین را از وجود حجت خالی نخواهد کرد. حجتی که به برکت وجود او بلاها و گرفتاریها از ساکنان زمین دفع می شود و به وسیله او باران می بارد و برکات و گیاهان زمین بیرون می آید. عرض کردم ای فرزند رسول خدا، امام و خلیفه و جانشین بعد از شما کیست؟ و بگو، به قول امروز ما میگیم ته مطلب رو بهم بگو آقا، نگرانم. حضرت برخاست و فوری به درون خانه رفت، یکی از اتاقای خونه رفت. سپس در حالی که کودک 3 ساله‌ای را بر دوش داشت برگشت. چهره آن کودک همانند ماه شب 14 می‌درخشید. رو به من کرد و فرمود ای احمد ابن اسحاق، اگر قرب و منزلتی در پیشگاه خداوند متعال و حجت‌های او نداشتی، این فرزند را به تو نشان نمی‌دادم. این فرزندم هم نام و هم کنیه رسول خداست که زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد، چنان که از ظلم و جور پر شده است. ای احمد ابن اسحاق، مثل این کودک در این امت همانند مثل خضر است. حضرت خضر ویژگی‌ها داره. پیغمبر اولوالعزم مثل بچه ابتدایی کنارش باید بدوه. حضرت موسی، قرآن میگه دیگه، شیعه سنی هم نداره. عمر طولانی داره حضرت خضر، تا الان زنده است. نکته داره دیگه مثلش. و ذوالقرنین است. اینم گفتم 3 سال پیش گفتیم، اونا داستانش الان میگین یعنی چی. سوگند به خدا او غیبتی خواهد کرد که در آن کسی از هلاکت رهایی نخواهد یافت مگر آن که خداوند او را در عقیده به امامت او ثابت قدم و استوار گردانده. ببین یعنی چی؟ میگه انقدر اوضاع سخت میشه، انقدر فاصله میفته، خیلیا چی میشن؟ ول کن بابا، بی خیال شید، اینا معلوم نی راسته، دروغه، آقا کشتنش نکشتنش، به دنیا اومده نیومده. میگه شک زیاد میشه. اینجا شنو و توفیق به او بدهد، معادل این که آدم تو عقیده به امامت ثابت قدم بمونه. ادامهش ببین چی میگه حضرت، میفرماد و توفیق بدهد تا برای تعجیل در فرج او دعا کند. یعنی این که خدا به یکی توفیق بده که بخواد برای فرج او دعا کنه، معادل این که اصلا ثابت قدم بماند در امامت او. عزیزم 7 میلیارد جمعیت کره زمین، چقدرشون توجیهن امشب باید همچین کاری کنن؟ چقدرشون مهدی رو میشناسن؟ چقدرشون دعا میکنن برای ظهور؟ بعضی سختشونه و عجل فرج هم آخر صلواتو بگن. اصلا آقا دعا کردن برای ظهور واجبه عزیزم. من براتون حدیث میارم، فعل امر از معصومه. بعد میگه زیادم باید دعا بکنید. منتها دعایی که از سر استرار، دعایی که دله میشکنه، دعایی که پشت سرش اشک میاد، اون ادا نیست، اون دعاست. احمد ابن اسحاق گوید عرض کردم آقای من، آیا علامت و نشانه‌ای در این کودک هست تا دلم به سبب آن آرامش یابد؟ گفت آخه یه بچه چجوریه اینا؟ تا من این سخن را گفتم آن کودک زیبا لب به سخن گشود و با زبان فصیح عربی فرمود انا بقیت الله فی ارضه والمنتقم من اعدائه فلا تطلب اثرا بعد عین یا احمد ابن اسحاق. گفت من فلانی هم عزیزم، من بقیت الله هم، من منتقم از اعداء او هستم و بعد از دیدن روی من باز هم نشانه میخواهی؟ یه جوابی داد بچه 3 ساله، بعد با نام خودش و پدرش هم صداش کرد. این جمع کرد. خود امام زمان میفرماد وکسر الدعا به تعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم. میگه زیاد دعا کنید، بیچارا این فرج خودتونه. 4 تا برداشت از این حدیث میشه کرد. 1 امر به دعا، یعنی امر وقتی امام میکنه میشه زد زیرش. وقتی امر معصوم کرد به یک کاری یعنی استجابت هم داره، یعنی حتما پاسخ داره. فعل بیهوده از معصوم سر نمیزنه. میگه زیاد دعا کنید، یعنی اثر داره زیاد دعا کردن. زیاد اون کلمه کسرتش دقت کنید عزیزان. 2
آیا حصر داره به قول حوزوی ها؟ نه. گفته کی دعا کن، گفته کجا دعا کن، گفته چند سالگی دعا کن، گفته زن و مرد باشی فلان باشی دعا کنی. میگه تا میتونی دعا کن، هر وقت و هر جا که تونستی، سر هر قنوت نمازت، آخر هر نمازت، صبح توی هر دعای عهدی که داری میخونی داری دعا میکنی. بیکار میشی با ذکر اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهمی که میگی. اصلا روایت داریم وقتی شما دعا میکنید برای ظهور سیلی به صورتش ابلیس میزنید، چون او میدونه یعنی چی ظهور. او میدونه اگه بیاد دیگه این باید کاسه کوزش رو جمع کنه، گردن زده خواهد شد. خوب میدونه. دوم اینکه واجب است دعا کنید و این واجب عینی است نه کفایی. آقا یه مرده رو زمینه، یه نفر دفنش کنه دیگه اون وجوبش از ما چی؟ تبرئه میشیم از اون. این واجب کفایی، این واجب عینیه. نگفته اگر این دعا کرد تو دعا نکن. برید ثبت کنید خودتون تو این لیست، تو شکسته شدن دلتون. اگرم دلتون نمیشکنه، اگر بعضی خب ببین بحث روانی داره، بعضی بحث خدمت شما عرض بکنم ژنتیکی داره، اصلا بعضی نمیتونن راحت گریه کنن. اینا رو بذاریم به کنار. اگه اینا رو بذاریم کنار، اگه دیگه وقت قسی القلبی، این باید یه کاری بکنی، این باید دعا کنی. برایش خود دعا قساوت قلب رو از بین میبره. ببین مردم اگه قسی القلب نشدن، مسلمونا زدن چیکار کردن؟ نوه پیغمبر رو، امام زمان خودشون رو به فجیع ترین شکل ممکن که تو تاریخ تکرار نشده است به شهادت رسوندن. درست یا نه؟ امام بعدش میگه چیکار کنید؟ دعا کن، اشک بریزید. دید اینا آدم بشو نیستن، اینا باید یه دوره فقط اشک بریزن. وقتی تازه دل آماده شد، بعد امام باقری باید بیاد از علم امامت بگه. میدونید چی شد؟ کار به جایی رسید که آقا امام باقر به خود امام صادق به فرزندش فرمود ببین شرایط جوریه که اگه مردم دور جمع بشن تو میتونی یعنی تو میتونی حجت خدا باشی، یعنی حکومت تو میتونی همین رو تشکیل بدی. ترسید حکومت امام صادق بعد از امام صادق فتنه اسماعیلیه رو درست کرد و امام کاظم رو برد تو زندان که این دم دستشون نباشه. اما بازم این موج خاموش نشد، مجبور شد حکومت به امام رضا ولیعهدی بده. کجای کارید؟ یعنی با همون گریه‌های امام سجاده ها، با دستور به گریه امام سجاده، باید یه برهه ملت اشک بریزن تا این قساوت‌های نون حرومایی که خوردن اینا باید بره کنار. جالبه بدونید بیشتر از همه بر روی زمین خود امام زمان دعا میکنه برای ظهور خودش. مورد چهارم من بگم که این دعا برای خودمونه، او بیاد فرج ماست. اصلا مگه میشه تو برای این خاندان دعا کنی او واسط دعا نکنه؟ مگه میشه؟ طرف هر جا میخواست پول قرض بده میگفت من به شما قرض نمیدم، هر جا میخواست خیرات بکنه میگفت من به علی قرض میدم. گفت من قرض دادم به علی. یه روز گیر کرده بود عجیب غریب مونده بود و من خودتون میدونید خواب بر من حجت نمیدونم، خب چون قابلیت اثبات نداره، اما این قابلیت اثبات داره. میگه ظاهرا اینطوره، شاید یه خورده اینور بگم اما معناش تغییری نمیکنه. میگه خوابم برد، آقا امیرالمومنین رو دیدم، اومد دفتر گذاشت جلو پایین، باز کرد بدهکار بستانکار، بدهکار علی بستانکار فلانی، بدهکار علی بستان. میگه 2-3 برابر با من همونا رو هر جوری که کرمشونه حساب کرد. میگه من پریدم دیدم یک کیسه پول کنارم. مگه میشه از این خانه تو براش دعا کنه برای دعا نکنه؟ تو برای سلامتیش دعا کن، برای سلامتی دعا نه. برای خودمون داریم دعا میکنیم عزیز دلم. وقتی به دنیا آمد، در احوال به دنیا آمدنشون حضرت حکیم خاتون عمه امام حسن عسکری نقل کردن، میگه فرمود اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، به محض به دنیا آمدن عین عیسی ابن مریم، و ان جدی رسول الله و ان ابی امیر المؤمنین وصی رسول الله. میگه گفت جدم فلانیه، بابام علی. بعد میگه دونه دونه اسمای اماما رو شمرد تا رسید به نام خودش. گفت اللهم انجز لی وعدی و اتمم لی امری و ثبت وطاعتی و املأ عرض بی قسطا و عدلا. گفت خدای اون وعده که در مورد من دادی محقق کن که من زمین رو پر از عدل و داد بکنم. خود آقا از همه، از نائب دوم امام مهدی میخوام سریع عرضمو جمع بکنم. از نائب دوم حضرت مهدی محمد ابن عثمان روایت شده که آخرین مرتبه‌ای که آن حضرت را دیدم کنار خانه کعبه بود، دست به پرده خانه کعبه زده بود، میکشید و میفرمود اللهم انجز لی ما وعدتنی، خدایا بده اون وعده‌ای که به من دادی.
از همه بیشتر برای ظهور خود آقا داره دعا میکنه. عزیزم وقت ظهور از امور بدائیه است، یعنی تغییر میکنه. گفتیم در مورد بنی اسرائیل اینطور شد. نویسنده کتاب نویسنده مکیال المکارم، این اصلش فی قواعد الدعاء للقائمه، محمد تقی موسوی اصفهانی نوشته، میگه آنچه از روایات به دست میاد ظاهرا این است که وقت ظهور امام زمان از امور بدائیه است که امکان پیش و پس افتادنش هست. خود امام صادق فرمود، گفت یا دعا کنید شیعیان ما، یا اگه نکنن باید وایستن تا آخرش. خود یهودی‌ها هنوز اون اثر اون دعاها تو وجودشون مونده، همینو با این همه تحریفی که شدن. در تلمود سنهدرین بخش 98 الف ببین چی میگه. میگه اگر مردم هر دوره از خود آمادگی و شایستگی لازم را نشان دهند ظهور ماشیح بن دیوید تسریع میشود. منجیر اسمش میگن ماشیح، همون مسیح، و در زمان آنها واقع خواهد شد و در غیر این صورت در وقت مناسبی که از ابتدای آفرینش در نظر گرفته شده است اتفاق خواهد افتاد، اما به هر حال او خواهد آمد. عزیزم ما باید بگیم انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما میگیم نزدیکه. آخه تو بگی نزدیکه چی میشه؟ خیلی چیزا فرق میکنه. اول اون شوق ظهوری که تو دلت میشینه، این شوق محرکه، این شوق اشک میاره، این شوق دلو نرم میکنه، این شوق قساوت قلبو از بین میبره. اصلا شیعه میدونی چجوری قساوت قلبش از بین میبره؟ اول برای حسین اشک میریزه چون باب الحسین وسیعه، مثل کشتی نوحه، جک و جونورم توش هست. همه گریه میکنن، گبر گریه میکنن برای امام حسین. اصلا باب الظهوره ها. برای امام حسین اشک میریزی، قساوت قلب از بین میره، بعد تازه بعد یاد بگیره خوشگل برای امام زمان اشک بریزی. روزی که اسم امام زمان اومد، همونطور که نام امام حسین اومد، ما زار اشک ریختیم. اون موقع بفهمید یه چیزایی تغییر کرده، یه اتفاقایی داره میفته تو دلای مردم. امام صادق میفرماد این نکته رو، میگه ظهور رو نزدیک بدونید. وقتی تازه ظهور رو نزدیک میدونی، علاوه بر اون شوقه، آقا الان بگن همین الان یه بزرگواری داره میاد، ما سریع جمع میکنیم. من خودم سخنرانی زودتر تموم میکنم، میگم بابا استاد طرف ما الان میاد گفای ما رو میگیره. آقا فلانی مهمون داره میاد، زنگ میزنه سر کوچه‌تونیم، چه جوری میپریم خونه رو ترتمیز میکنیم. انهم یرونه بعیدا. اگر تو هم دور میدونی، بدون تو از اون انهمایی، غریبه ای عزیز دل من، مبادا غریبه باشیم. ببین امام زمان چی میگه. اگر شیعیان ما که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خیش موفق بدارد. چقدر خوشگل همین اول که دعا میکنه برامون. ببین معرفت رو نگاه کن که خدا توفیق طاعت بهشون بده، میخواد توضیح بده. ببین چقدر خوشگل تو جمله معترضه یه دعامون میکنه. در وفای به عهد و پیمان الهی اتحاد همینجا و اتفاق همه با هم می داشتند و عهد و پیمان ما را محترم می شمردند، ظهور ما به تأخیر نمی افتاد. یعنی بازم می بینیم داستان گردن خود ما عزیز من. یعنی هی عهد میشکنن، هی میبندن، هی عهد میشکنن، هی عهد میبندن. خدا این دفعه دیگه آدم میشه. اصلا بنده اعتقاد دارم احیای نیمه خدمت و مراجع رسیدم برای همین نیمه شعبان. کسی حرف توش نیاره، از همه بزرگواران مجوز گرفت. همین آیت الله زابلی که قرار بود در خدمتشون باشیم، ولی خورده دیرتر میرسن. من سخنران اولیشون بودن، بنده شروع کردم. خودشون از افرادی بودن که تأکید داشتن. حاجی جاودان استاد اخلاق، چون میفهمن یه شب کمه، تو کل شب‌های سال اینو پخشش کنید. اینجا اون اتفاقونه، اینجا مبادا. ببین میدونه اعتقادم چیه؟ اعتقادم بر این نیمه شعبان که این احیا رو نگهداری، تازه میفهمی ماه رمضان یعنی چی. تازه میفهمی عجب ماه رمضان عجب فرصتی شده پاک بشم. برای چی؟ برای اینکه دیگر مانع ظهور نباشم. ببین به اندازه یک نفر خودت از زمان ظهور بکاه، کنار برو. حداقل این کاری که میتونی. میگه ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. وصیت‌نامه سید ابن طاووس براتون بخونم، عرضم تمام.
سید ابن طاووس میدونید دیگه بارها خدمت آقا صاحب الزمان رسیده، تشرفات بسیار داره. میگه ای فرزندم، به پسرش میگه محمد تو را و برادرت را و هر کس که این نوشته را بخواند، یعنی من و شما، به آشتی و درستی در معامله با خدای عزوجل و رسول او و حفظ و رعایت فرمان خدا و رسول که درباره ظهور مولای ما مهدی بیان فرموده و بشارت دادن سفارش میکنم. چه قول و عمل بسیاری از مردم با عقیده آنان مخالف است. مثلا بارها دیدم که اگر بنده‌ای یا اسبی، الله اکبر، یا درهم و دیناری از آنان گم شود، سراپا متوجه آن میشوند. دیدی یه روز گوشی تو جا میذاری گوشیت گم میشه، کوی گوشی. میگه نگاه کن، میگه اگر یه بنده‌ای، یه اسبی، یه درهمی، یه دیناری ازشون گم بشه، سراپا متوجه آن میشوند و برای یافتن آن نهایت کوشش را به عمل میآورند. اما ندیدم کسی برای تأخیر ظهور آن حضرت و عقب افتادن اصلاح اسلام و تقویت ایمان مسلمانان و قطع ریشه کافران و ستمکاران به اندازه دلبستگی به این امور ناچیز دلبسته باشد و به اندازه‌ای که برای از دست دادن این اشیاء متأثر میگردد متأثر باشد. روزی به مردی که به ظاهر دلبسته ظهور شریف آن بزرگوار بود و دعوی وفاداری می‌کرد و از غیبتش سوگوار و اندوهناک بود، گفتم اگر آن حضرت به تو بگوید که من از طریق پدران خود دانستم که اگر ظهور کنم به محض این که چشم تو به من بیفتد در دم جان خواهی سپرد، اما اگر ظهور من به تأخیر افتد 20 سال دیگر با کمال خوشی با زن و فرزند و اهل و عیالت خواهی زیست. آیا چند روزه زندگانی این جهان فانی را به تأخیر ظهور ترجیح نخواهی داد؟ اونجا فکر کنم اون زمان بیاد بگه بابا فکر بیاد اینجوری نیست گل و بلبل بشه. فکر کردیم با اسرائیل و آمریکا اینا میشینه بگیم ای بابا چی بود ما خواستیم ها، اینجوری میگیم. بیاد همون روز بگه که آقا به کل ثروتو ببخش، نصف. نه امام زمان بگه یه چیز دیگه است. برعکس داستان همینه. رک بهتون بگم امیرالمومنین زمانی که بین اینا بود عین یکی از صحابه بود. پروژکتور رو صورت امیرالمومنین نبود که نور بندازه بگه مثلا علی فرق میکنه. میگفتن علی تو علی، اون خالد ابن ولید او فلان، اینم به همانه. وقتی گفت به قرآن شمشیر بکشی گفتن علی حد و قد و اندازه خودتو گم کردی یا به قرآن شمشیر بزنی؟ کجای کاری؟ تو حسنیتتو به دین نشون بده. ببین ایرانی‌ها خداوکیلی مردم خوبی بودن، خداوکیلی همون اول نجات پرست زیاد نبودن، داره بینمون نبودن اصلا. این مردم همین کسایی که الان اینجا همه عاشق 14 عربن ها، و تمام دنیا هم یه تارموشون عوض نمیکنن. دنبال حق بودیم، سلمان نمایندمون بود، نشون داد. آقا اولین قومی هم بودیم که بعد از این غیبت گفتیم خدای ما اشتباه کردیم. چی گفتیم؟ گفتیم باشه ما حسنیتمون به دین می‌خوایم نشون بدیم. رفتیم سراغ کسایی که دینو اما بهتر میفهمن. سوره مائده 44. رفتیم سراغ کسایی که از کتاب خدا بیشتر سر در میرن. گفتیم آقا بیاید یه حکومت شما تشکیل بدید، ما میریزیم تو خیابون انقلاب میکنیم. بیاید خود شما کسایی که از همه بیشتر فقیهید، مجتهدید جمع بشید. یکم از بین خودتون هم بذارید چی؟ رهبر. هر چی بگه ما گوش میکنیم. ما دیگه چجوری باید حسن نیتمون نشون بدیم؟ ما حرفمون اینه خدایا به فضلت با ما برخورد کن. ببخش بر این مردم به خاطر 200-300 هزار تا شهیدی که دادیم. بابا اینا والا بالله امام معصوم بهشون نمیگفت برید خودتون رو بکشید. ولی فقیه میگفت، ولی معصوم نمیگفت. ولی فقیه میگفت که معصوم نیست، میگفت برید و خرمشهر آزاد کنید. چجوری رفتن؟ چجوری تیکه پاره شدن جوونامون؟ بابا امام خمینی حرف میزد اینا پایین گریه میکردن. خدایا آیا این به آن معنی نیست که اگر مهدی را بفرستی؟ اصلا فکرشو میکنید یه جای امام زمان صحبت بکنه من شما نشسته باشیم چیکار میکنیم؟ خدایا خداییش جنمشو داریم دیگه، بقیه بهتر بودیم دیگه، بقیهشو به فضلت ببخش. اقرار میکنیم جمهوری اسلامی قرار نیست جای امام زمان را پر کند. نه، ما اقرار میکنیم داریم آزمون پس میدیم در قالب جمهوری اسلامی، داریم آزمون میدیم جلوی دنیا وایستیم. خدای ما هم میفهمیم اگر با اسرائیل و آمریکا ببندیم اوضاع اقتصادیمان بهتر میشود.
اگر غالب این جمعیت این گونه ایستادن، خدا یعنی ظهور میخوای. معنی این رفتار اینه خدا، غیر این نیست. خدا ما تو هر تیپ و هر قیافه و هر رنگ و هر لباس و هر مدل مو و هر چی که باشیم، خدا تو میدونی دلمون اونوریه. چطور بود پیغمبر قرآن میخوند گر و گر این اعراب جاهلی مسلمان میشدن؟ کار به جای رسیده بود مشرکی میگفتن پنبه تو گوشتون بچپونید. یعنی میشه مهدی بیاد قرآن بخونه ما دلمون نچرخه؟ خدای بی‌انصافیه. من خودم شاکیم به شخصه. اللهم انا نشکو الک. من شاکیم خدایا فقد نبینا. من برای چی باید توی دوره به دنیا بیام پیغمبر نداشته باشم؟ اونایی دیگه پیغمبر داشتن. و غیبت ولینا. من شاکیم خدایا، من به شخص شاکیم. این شکایتم خود اهل بیت بهم یاد دادن، گفتن بگو اللهم انا نشکو الک. من شاکیم، برای چی باید توی این دوره به دنیا بیام؟ من میخوام، حالیم هم نیست، چیکار باید بکنم دیگه؟ بقیه‌شو ببخش به فضلت. فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عددنا. کمیم خدا، ما 7 میلیارد جمعیت اولدروم بولدروم دارن میخونن اینا. و قلت عددنا و کثرت عدونا. بابا اینا زیادن. ما اگه میتونستیم جمعش کنیم که خودمون جمع میکردیم. میخواستیم چیکار امام زمانو؟ ما شاکیم. القصه امشب اینجا جمع شدیم بگیم خدای شاکیم، بعد بگیم غلط کردیم، میگیم غلط کردیم، بعد گریه کنیم، گریه میکنیم، بعد زجه بزنیم، زجه میزنیم. هنوز خبر این زجه ها شروع شده. اما بقیه‌اش هم تو به فضلت برخورد. بقیه‌اش هم تو به فضلت برخورد. این چقدر یه دقیقه به این فکر کنی 1300 سال پیش چسبیده بوده به پرده خونه کعبه، میگفته برسون فرج من. این 1300 سال همینطور داره دعا میکنه. بابا دعای اثر داره. همین امن یجیبی که امشب ختم 100 مرتبهش انشالله با هم میخونیم، اون شبی که ظهور صورت میگیره خود امام زمان همین هی میخونه، هی میگه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه. ادامه آیه رو نشنیدیم ما؟ معمولا همین تیکه و یجعلکم خلفاء علی الارض. ادامه آیه اینه، میگه و شما رو خلیفه بر روی زمین میکنم. داستان اینه. خدا ما گناه میکنیم، میگم گناه میکنیم، غلط کردیم، این حرفی نیست، اما ما ازت اراده ترک گناه میخوایم. ببین همین اومدن ما حسن نیته، اومدن حسن نیته دیگه. ببین الان میتونستم 1000 جای دیگه باشم، من الان اومدم اینجا حسن نیته. خدایا شروع کن. این حسن نیت من، بقیه‌اش با توئه، بقیه‌اش با توئه. به همین اهل بیت خودش گفت دیگه، به زینب ببخش، به زینب. همشون راحت شدن اون شب، اون روز دیگه همه شهیدا راحت شدن. یه زن موند، یه کاروان. اصلا اون باور کردنش هم خدا اصلا فکرش هم، من بعضی موقع خودم میگم ولش کن بابا، فکر نکن اینا نبوده. اون ابراهیم علیه السلام رفت با زنش تو مصر، فرعون میخواست دست دراز کنه سمت معجر سارا، دستش خوش شد، فهمید پیغمبره. حضرت ابراهیم خواست پسرش رو سر ببره، نشد. هر آنچه که بر پیامبرانت نشد بر این خاندان دیگه چیکار باید بکنیم؟ خدای نه ما حسادت کردیم به این خاندان، نه ما خودمون تو قد و قوار این خاندان میدونیم، ما خاک پای اینا میدونیم خودمونو، اینو اعتراف میکنیم. این اشکایی که مردمو میریزن تو محرم یعنی همین، یه جوری گریه میکنیم انگار ننه بابامون مردن، ننه بابای خودمون بمیرن اینجوری گریه نمیکنیم. تو شاهدی، تو به دلمون خبر داری. پس ما امشب ما از تو ظهور میخوایم، ما از تو ظهور میخوایم. اینم ما، اینم از تو. خب آیا مگه میشه خدا؟ ما میخوایم، هدایتمون کن، کمکمون کن، تو خدایی و ما حسن نیت به تو داریم، حسن نیت به تو داریم. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. این نکته بگم، خدا رو گواه میگیرم، من خودم به شخص شهادت آرزومه. خب یعنی حسرت میخورم، اما تنها چیزی که میگم نه، این که میگم دوست ندارم شهید بشم. حتی شهید ما شیویدم نمیشه، فکر نکنید دکون دستگاه، به والله قسم نه.
اما این جا خالی کردن باشه. میفهمی چی میگم؟ یعنی این رفتنه، مردنه، جا خالی کردن باشه واسه اون کسی که قراره بیاد. من حسودیم میشه، خدا شاهده، قبطه مبتم نمیخورم، راستشو میگم، حسودیم میشه فکر اینو بکنم که آقا ظهور کرده 5-6 نفر دورشم، منم راه نمیدن، من نمیتونم تحمل، واقعا تصورشم برام سخت. تعجیل الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات نبی بفرمایید.